کډوالو ته مبارکي وایم چې دا د ایران 5م شرکت هوایي شرکت دی چې د کابل د میدان خپل هوایي پروازونه شروع کوي. دغه پروازونه به په هفته کې 2 دانې کابل مشهد او کابل ایران وي. او په دوم قدم کې د دې سمننه کوو، د دې د اعتماد مننه کوو چې دې زموږ پر میدان پر موږ باندې اعتماد وکړي او رااله او زموږ د میدان خپل پروازونه شروع کړل. او موږ ان شاء الله دې ته اطمینان ورکوو چې موږ په پوره توان سره په ټول توان سره کوشش کوو چې ستاسې امنیت او مسؤلیت مراعات شي. او ټولو ته شرکتو ته وایو چې کابل میدان دا لسم هوایي شرکت دا لسم شرکت دی چې دغه میدان پروازونه شروع کوي. او د اکثرو شرکتو در راتګ در مخه د دې مسؤلیتي ټیم راسي، د میدان ارزونه وکړي، د میدان ارزیابي وکړي، دغه بعد چې د دې ښه اطمینان سي دغه بعد بیا پروازونه شروع کړي. خداوند را شاکر هستیم که امروز شاهد حضور هواپیمایی ایران ایرتور هستیم در افغانستان. حضور هواپیمایی ایران ایرتور در افغانستان امروز حاصل زحمات 2.5 ساله‌ای بوده که ما کشیدیم و تلاش کردیم که این هواپیمایی با یک سابقه 50 ساله 50 سال از تأسیس این ایرلاین میگذاره و الحمدلله سال هاست که به عنوان بهترین ایرلاین در کشور ایران شناخته میشه. پرواز سیف، پرواز امن و راحت، پرواز مسئول این ایرلاین انشاءالله برای مردم ما به ارمغان میاره. مجموعه ما همیشه تلاش کردن که خدمات خوب و معیاری را در سکتور پروازی بین ایران و افغانستان داشته باشند. الحمدلله امروز شاهد این تلاش ها بودیم که به ثمره رسید. تشکر ویژه دارم از تمام مقاماتی که تشریف آوردن برای افتتاحیه پروازهای هواپیمایی ایرتور، قدم رنجه کردن، رسانه های محترم که در این ساعت روز تشریف آوردن. از همه شما تشکر میکنم، ممنونم از شما. شما چشم، زبان گویای ما هستین، چشم ما هستین و همیشه ما قدردان زحمات شما بودیم. جهان سپاس از همه شما. تشکر میکنم از شما. موفق و مؤید باشید. به امید آبادی افغانستان، به امید سربلندی مردم با عزت افغانستان و ایران. بسیار جای خوشی است که امروز 5مین ایرلاین کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی را در میدان هوایی کابل خوش آمدید میگوییم. و این به چی معنا است؟ طوری که ما و شما بارها در رسانه ها صحبت کردیم، به این معناست که الحمدلله استانداردهای میدان هوایی کابل و میدانهای بین‌المللی میدانهای بین‌المللی امارات اسلامی افغانستان روز به روز طرف اصلاحات میره و این که ایرلاین های بین‌المللی علاقه میگیرن به کابل پرواز کنن که برای رشد اقتصاد کشور، با روابط بین مردم دو کشور، برای رشد فرهنگ کشور و همچنان برای تشویق سرمایه گذاری در سکتور اقتصادی کشور بسیار کمک خواهد کرد. اگرچه در این روزا کشور جمهوری اسلامی ایران با بعضی محدودیت‌های از طرف ظالمای اسرائیل و دیگر کشورها روبرو شدند، ولی امارات اسلامی افغانستان همیشه آغوشش برای تمام کشورهای اسلامی و کشورهای همجوار باز است و ما آماده هستیم که با همسایه‌های خود روابط نیک داشته باشیم. می‌خوایم از این استیج به تمام همسایه‌های
امارات اسلامی افغانستان دعوت رسمی بتم تا پروازهای خیش را به کابل آغاز کنند. مثلا کشور پاکستان، کشور جمهوری اسلامی ازبکستان، کشور تاجیکستان و دیگر همسایه‌هایی که علاقمند است. ما از هر لحاظ آماده هستیم که با معیارهای بین المللی شرایط خدمات میدانها را آماده بسازیم و در خدمتشان باشیم و همیشه بتانیم مطابق به اصول امارات اسلامی افغانستان و استانداردهای بین المللی عمل کنیم. نخست از همه تحیات خویش را خدمت حاضرین محترم به خصوص ژورنالیست‌های محترم کشور تقدیم می‌دارم و ثانیاً برای همه ملت افغانستان تبریک باشه که الحمدلله ایرلاین های بین المللی و شرکت های بین المللی امروز از حریم هوایی افغانستان عبور میکنن، فضا را امن‌تر محسوس میکنن. این انشالله در قسمت رشد توسعه افغانستان، در قسمت فرهنگ افغانستان، رشد اقتصادی و تجارتی یک باب جدید خواهد بود. ما انشالله از این استیج باز هم به همه اطمینان میدهیم که فضای افغانستان فضای امن شده. الحمدلله امنیت تامین شده که ما در دههای متواتر بی‌نظیر میخوانیم و امی علت است که امروز ایرلاین های بین المللی با استانداردهای بین المللی امروز میاین از افغانستان پرواز میکنن، رفت آمد میکنن. انشالله امین نشانگری عزیز که امنیت سرتاسری تامین است. ما باز هم دعوت میکنیم به همه ایرلاین های بین المللی که بیاین در افغانستان، فضایشان امن هستند، خدمات عرضه کنند، در قسمت رشد و توسعه افغانستان، اقتصاد افغانستان همکاری خود را داشته باشند. یک نوید خوبی برای ملت افغانستان است که شرکت های بین المللی و ایرلاین های بین المللی که با استاندارد هاست میاین اینجا پرواز میکنن و این نخستین پرواز ایراتور بود. ما هم برایشان تبریک میگوییم و امیدوار هستیم که عرضه خدمات برای مراجعین و مسافرین به بهترین شکل ممکن و با استانداردهای بین المللی باشد. انشالله که یک نوید خوب است برای همه ملت افغانستان، خاصتا برای تجارای ملی ما شما. جناب رئیس به شرکت اینجا حضور دارند و سایر تجارهای بین المللی ما شما برایشان تبریک میگوییم و ما در قسمت حمایتشان همه انشالله همه جانبه در همکاری اونها هستیم و بازم تبریک باشه برای همه ما شما. خدمت شما عرض کنم که هواپیمای ایران ایرتور قبلا پرواز در افغانستان نداشتن. الحمدلله فعلا هفته 2 پرواز در مسیر تهران به کابل و بالعکسش و در روزهای دوشنبه پرواز دارن. همچنین در روزهای پنجشنبه از فرودگاه مشهد هاشمی نژاد پرواز دارن به کابل و بالعکس. الحمدلله هواپیمای ایران ایرتور با سابقه 50 ساله که داره برای اولین بار در افغانستان حضور پیدا کردن و حضور هواپیمای ایرتور نوید بخش پروازهای امن، راحت، با کیفیت هست. ما خیلی خوشحال هستیم که امروز در خدمت شما بودیم. ما قبلا هم هواپیمایی داشتیم در افغانستان که پرواز داشتن و الان هم داریم. فعلا هواپیمای ماهان، هواپیمای ایران ایر و هواپیمای کیشر پرواز دارن به افغانستان به شهرهای مختلف و در کنار این هواپیمای ایران ایرتور هم پروازاش به افغانستان شروع کردن.